وینچون داره میمیره، باید تو سال جدید کاری براش بکنیم. سلام، سال نو میلادی داره شروع میشه و ما سال 2026 رو پیش رو داریم. میخوایم بررسی کنیم ببینیم که وینچون و هنرهای رزمی کجای سال جدید هستن. خلاصه وینچون کجاست، هنرهای رزمی تو سال جدید کجا هستن. خب همونطوری که میدونید وینچون از 450 سال پیش استارت خورده، ولی مسئلهش اینجاست که یه هنر ثابتی نبوده که ما چون اون هنر 400 سال پیش به درد میخورده ما بیایم اونو استفاده بکنیم و اصلا هیچ تغییراتی توش به وجود نیومده باشه. نه، به تبع اون چیزی که دست استاد ایپ رسیده یه سری تغییرات خود استاد ایپ به وجود آورده. دکتر لئونتین یه سری تغییرات، یه سری چارت بندی ها، یه سری سازمان درجات رو چیدن. همینطور استاد کرنشپش، همینطور استاد امین بوسپه تغییراتی رو به وجود آوردن چون علم تغییر کرده، چون شرایط زندگی تغییر کرده، چون نوع درگیری‌ها تغییر کرده. قبلا شاید مثلا با چوب بلند درگیر می‌شدن، ولی الان مثلا درگیری‌ها همش با یه چوب کوتاه یا مثلا با یه سری وسایلیه که مثلا قدیم درگیری تو خاک نبوده ولی الان چرا خیلی اصلا رشته ورزشی مثلا جویتسو برزیلیو داریم. پس وینچون یکی از مزیتاش اینه که چون علم تغییر میکنه این هم تغییر کرده تا به دست ما رسیده. نه اینکه ما صرفا بگیم آقا چون یه ورزش سنتی ما داریم میریم اونو انجام میدیم و حتما هم به دردمون میخوره. نه، الزاما این شکلی نیست و هیچ وقت هم نمیتونه کاربردی باشه چون همه شرایط 400 سال پیش با الان متفاوته. خب همونطوری که در جریان هستید تو این 2 دهه اخیر یه سری رشته‌های ورزشی ابداع شدن، حالا مرسوم به میکس مارشال آرت MMA میگن. اینا اومدن از چند تا رشته فنونشون رو جمع کردن. خب خیلی جذاب میشه برای مخاطب، یعنی میگه من برم تو این رشته خب هم کاراته یاد میگیرم، هم تکواندو یاد میگیرم، گل هر چیزی رو یاد میگیرم. کما اینکه به ما هم زنگ میزنن میگن آقا میشه من فقط آدمک چوبیتو یاد بگیرم، میشه من فقط دفاع، اصلا کاری به فرم هات ندارم، اصلا نمیدونه این فرم ها همون دفاع هاست، یعنی تو درگیری قراره این فرما به کار من بیاد، ولی میگم من فقط میخوام این شاخصا اینو کار بکنم دیگه، بقیه میخوام برم اون رشته هم کار کنم، پارم برم از تکواندو یاد بگیرم. حالا که این فضا به وجود اومده و همه دارن میرن سمت این رشته ها، من وینچون کار چه تغییری باید تو وینچون بدم که وینچون همچنان ترند بمونه و همچنان مخاطب خودش رو داشته باشه و همچنان تو درگیری به کار بیاد. یعنی ممکنه مخاطب من تو درگیری خود همین MMA کاره باشه. حالا تو این اوضاع من باید یه چند تا چیزو بررسی کنم. اول اینکه هدف شخصی من چیه، اصلا من برای چی دارم فعالیت ورزشی میکنم. من واقعا میخوام برم وینچون رو کار کنم، برم توی رینگ مسابقات شرکت بکنم. خب ما یه ویدیو قبلا ضبط کردیم براتون میذارم برید ببینید، ما اینا رو مقایسه کردیم. خب واقعا وینچون به درد رینگ نمیخوره، اصلا برای رینگ طراحی نشده. نه اینکه به درد نخوره، مثل اینکه ببینید مثلا پراید به درد کوه بالا رفتن نمیخوره، خب اصلا برای این طراحی نشده. نه قیاس مع الفارقه. وینچون هم برای کف خیابون طراحی شده. من اول مشخص بکنم برای خودم که هدفم چیه. حالا که یعنی کسی هم الان بیاد پیش من بگه من میخوام فعالیت ورزش کنم، میگم هدفت چیه فعالیت؟ اگه تندرستی خب برو بدو، با دویدن به تو به تندرستی میرسی. زیبایی اندام میخوای کار کنی یه چیز دیگه است، رینگ یه چیز دیگه است، مسابقات یه چیز دیگه است، مدال و امتیاز یه چیز دیگه است، کف خیابون یه چیز دیگه است. اینو اول من مشخص بکنم، بعد اون وقت واضح‌تر میتونم تصمیم بگیرم. خب بحث دوم اینه که من باید از این قالب سنتی خارج بشم. خیلی خوبه من به باورهام اعتقاد داشته باشم، به اون چیزی که قبلا ابداع شده ایمان داشته باشم و تمرین کنم و آره، ولی ببینید من تو وینچون یاد گرفتم جلوی نیروی زیاد جا رو خالی بکنم، فضا رو خالی بکنم، یه فلکسیبیلیتی، یه انعطاف پذیری داشته باشم، بتونم یه جا. پس خود این ظاهر وینچون، این قالب وینچون هم باید یه سری تغییرات بکنه. ببینید مثلا شاید قدیم شما آره مثلا آجر پرت می‌کردن توی درگیری، ولی الان من تو آسانسور که اصلا این امکان نیست، توی مترو اصلا آجری تو خیابونا وجود نداره برای درگیری یا درصدش خیلی کمه. یا با چوب بلند مثلا آره قدیم دعوا میکردن، الان یکی از درجات ما هم تو وینچون همینه، ولی آیا اصلا چوب بلند تو دسترس شما هست، تو دسترس حریفت هستش که بخواد بهت حمله بکنه؟ ما این شکلی ما وقتی میفهمیم که مثلا درگیری خاک ترنده، داره رشته ورزشی میشه و ممکنه تو خیابون درگیر بشی و بری تو خاک، ما میایم از این درگیری خاک استفاده میکنیم ولی تو چارچوب خودمون با قواعد خودمون با فرمول‌های خودمون ازش استفاده میکنیم. و بحث آخری که
میشه تو این چارچوب گنجوندش که من تو سال جدید باید یه سری تغییرات به وجود بیارم. یکی بحث علم مربیه که من مربی یه مقدار سطح علمیمو ببرم بالا که بتوانم نوع تمرین رو تغییر بدم. یه چیز سنتی تو فعالیت‌های رزمی هست که خب از اول کلاس میری نیم ساعت میدوی، تو این دویدن میپری. خب من با فوتبالیست چه فرقی میکنم؟ چرا اون که شنا داره کار میکنه هیچ وقت نمیره نیم ساعت بدوه دور استخر؟ چون اون بدنسازیش باید تو آب باشه، چون در نهایت باید توی آب شنا بکنه. منم همینم، من در نهایت باید چین پانچم کار بکنه. پس چرا من این شکلی بدنسازی کار نکنم؟ چرا تمرینام تو قالب وینچون نباشه؟ چرا الان که من فهمیدم سیستم فسفاژن چیه، لاکتات چیه، من چطور میتونم رو اعصابم تاثیر بذارم، چجوری ریاکشن تایممو ببرم بالا، خب وقتی این علم اومده وسط، من چرا تمرینامو این سمتی انجام ندم؟ برم همونطوری سنتی شروع کنم کار کردن، بچه‌ها خسته بشن، عصبشون خسته بشه، حالا بگم بیا با هم دیگه دانچی کار کنیم، دیگه اصلا عضله کار نمیکنه چون عصب درگیر شده. یا بیا مثلا انقدر چیزاو کار بکنیم، انقدر تکنیک کار بکنیم، طرف دو تا مش زدن رو انجام نده، با هم داریم کار میکنیم ولی مش نمیزنیم به هم دیگه. بعد تو درگیری من توقع دارم یه مشتم حریفو بترکونه. چرا بوکسور خوب کار میکنه؟ به خاطر اینکه داره کلا نیروشو روی کیسه خالی میکنه، اون تکنیکشو انجام میده، ولی من نه روی کیسه کار میکنم، نه استپی چیزی میگیرم کار میکنم. خب نتیجهش میشه این، من پس علمم رو میبرم بالا، کنار علمم تمرینم رو تغییر میدم در راستای وینچون، تو قالب وینچون که من بتونم وینچونم رو تقویت بکنم، وگرنه دویدن که فوتبالیست از من خیلی بهتر میده. ممنون که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. شما به ما بگید که به نظر شما وینچون تو سال جدید چه روی کردی باید داشته باشه. اصلا خودتون رو بذارید جای یک شخصی که تاثیرگذاره رو وینچون جهانی تاثیرگذاره. اگر شما همچین جایگاهی رو داشتید، چه روی کردی رو می‌داشتید که یه تغییری، یه تحولی برای وینچون رخ بده؟ با ما همراه باشید تا هفته بعد. تندرست باشید.